محمد غویب یک کاربر فیسبوک از همه ساکنان منطقه نزد ساحل دریای ورزاب و دریای دوشنبه و جمعی مردم خواسته است که برای پیدا کردن پسر دادرزادش محمد رضا عبدالغفارov مدد رسانند. طبق شهادت همراهانش، محمد رضا شب 9 ایون سال 2023 در کیلومتر 28 نویه ورزاب یا استرالگاه پنشیر تقریبا ساعت 1 شب در دریا غرق شده است. بعضی شاهدان حال گواهی میدهند که محمد رضا گویا نخست از جانب همراهانش مورد رتوکوب قرار گرفته بعداً به دریا افتاده است. سبب مرگ او تنها بعد پیدا کردن جسمش انیق خواهد شد، نوشته است محمد غویب. بنا به اطلاع او، با وجود گفتگوهای نجات‌دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده و نزدیکان و پیوندان جسد محمد رضا را تا حال پیدا نکردند. از این رو نزدیکان این جوان بار دیگر از همه ساکنان تهجویی و رهگذران خواستند که در حالت پیدا کردن محمد رضا به رقم 992 908 58 66 61 زنگ زنند. بنا به آمار کمیته حالتهای فوق‌العاده، از اول سال جاری در جوی و دریا و کانال‌ها و کول و آبانبارهای تاجیکستان علاقه بیش از 50 نفر غرق شدند. اکثر آنها کودکان و نورسان و جوانانند.